اولین باری که من اسم اسلندرمن رو شنیدم مثل خیلی از شما گفتم خب شاید اینم یه موجود تخیلیه مثل اسکین واکرز یا شادو پیپل یا مومو که برای ترسوندن بچه‌ها توی آمریکا و دنیای غرب ساخته شده. ولی خب وقتی بیشتر راجبش تحقیق کردم دیدم اسلندرمن یه سری تفاوت‌های اصلی داره با موجودات دیگه. ایده اسلندرمن اولین بار به ذهن یه فردی به نام ویکتور سرج رسید که توی یه مسابقه فتوشاپ اومد عکس یه انسان قد بلند رو با چند تا از عکسایی که توی محله و شهر خودش گرفته بود میکس کرد و خب یه کانسپت درست کرد و برای هر کدوم از این عکس‌ها یه کپشن ترسناک انتخاب کرد و به این مسابقه فرستاد. ولی چیزی که قرار ما امروز با هم ببینیم اینه که این موجود چطوری از یه موجود خیالی که سازندش هم مشخصه به یه موجود واقعی تبدیل شده. طوری که حتی اگه تو اینترنت بگردین کلی ویدیو و عکس پیدا میکنین از تصاویر واقعی ضبط شده از اسلندرمن یا عکسایی که از اسلندرمن به شکل واقعی گرفته شده که این موضوع رو خیلی عجیب میکنه. البته اولین چیزی که من به ذهنم رسید یه موضوعیه توی علم روانشناسی که بهش میگن جنون اجتماعی. وقتی چند نفر تصمیم میگیرن یه رفتار غیر عادی رو انجام بدن این رفتار ممکنه توی اعضای دیگه اون جامعه هم نفوذ کنه. فرض کنین شما تازه به یه خونه اسباب کشی کردین و بعد از اسباب کشی از همسایه ها شنیدین که توی اون خونه قبلا جن وجود داشته. تو شبای اول یکی از اعضای خانواده شروع میکنه به شنیدن یه سری صدای عجیب غریب توی اون خونه. این موضوع رو به بقیه اعضای خانواده میگه. بقیه اعضا هر شب وقتی میخوان بخوابن به این گوش میدن که آیا صدای عجیبی تو خونه میشنون یا نه و کم کم شروع میکنن به شنیدن صدای راه رفتن یه سری موجودات توی خونهشون. این جنون اجتماعی ممکن اینقدر پیشرفت بکنه که باعث بشه این افراد تو خونهشون چیزی رو ببینن که وجود نداره و اون جن از یه موجود خیالی تبدیل بشه به یه موجود واقعی برای همشون. حالا برگردیم سراغ اسلندرمن، یه موجودی که توی چند سال گذشته هزاران عکس، فیلم و حتی بازی ویدیویی در موردش ساخته شده. این اتفاق باعث میشه خیلی از افراد باور کنن که شاید اسلندرمن واقعا وجود داشته باشه و چیزی نگذره تا واقعا باهاش برخورد کنن. حالا برسیم به اولین کسی که این برخورد براش واقعا پیش اومده. توی سال 2014 دو تا دختر 12 ساله به نامهای مورگان گیسر و انیسا ویر یکی از همکلاسیاشون رو به یه جنگل اطراف مدرسه‌شون بردن و 19 بار با چاقو بهش ضربه زدن. البته این دختر تونست خودش رو به جاده برسونه و توسط یه دوچرخه سوار نجات پیدا بکنه. بعدن تو دادگاه وقتی از این دو دختر پرسیدن چرا این کار رو انجام دادین گفتن به خاطر این کار رو انجام دادیم که خودمون رو به اسلندرمن بتونیم ثابت کنیم. پلیس وقتی بعداً اتاق این دوتا دختر رو گشت کلی نقاشی و چیزایی که مربوط به اسلندرمن میشد رو تو اتاقشون پیدا کرد. البته تا اینجا هم هنوز اسلندرمن یه موجود تخیلی محسوب میشد، ولی موجود تخیلی بود که تونسته بود توی دنیای واقعی به انسانها آسیب بزنه. چند ماه بعد از این اتفاق یه گزارش دیگه به دست پلیس آمریکا رسید که یه دختر 13 ساله با لباس کاستوم اسلندرمن با چاقو به مادرش حمله کرده و بهش ضربه زده. بعداً مادرش به پلیس گفتش که این دختر همیشه عاشق اسلندرمن بوده. توی سپتامبر سال 2014 یه دختر توی شهر فلوریدا تو آمریکا در حالی که مادر و برادر کوچیکترش تو خونه خواب بودن کل خونه رو آتیش میزنه. البته تمام اعضای خانواده تونستن از این خونه نجات پیدا کنن، ولی بعد پلیس وقتی از دختر پرسید که چرا این کار رو انجام داده گفت اسلندرمن ازم خواسته بود این کار رو انجام بدم. و سال 2014 سالی بود که اسلندرمن رسما وارد دنیای واقعی شد. توی این ویدیو یه مرد زن جوان رو میبینیم و انگار دختر یه دوربین VHS پیدا کرده و داره امتحانش میکنه. پسر ازش میخواد که دوربین رو بذاره همون جایی که بود و همینطور که صحبتشون ادامه پیدا میکنه ویدیو عجیب تر میشه. دختر برمیگرده تا دوربین رو سر جاش بذاره و با تصویری از اسلندرمن مواجه میشه که توی راه رو ایستاده. پس شروع به فرار میکنه. اون سعی میکنه از پنجره از خونه خارج بشه و اینجا جاییه که ویدیو تموم میشه. یه منطقه تو انگلیس وجود داره به نام کنک چیس، جنگل کنک چیس. بیشترین تعداد گزارش‌های پارانورمال تو دنیا از جنگل کنک چیس گزارش شده. چیزی که در مورد این مکان میگن مثل یه دروازه است بین این دنیا و یه دنیای دیگه. یه جایی که از UFO تا بیگ فوت تا خیلی از موجودات رو تو این جنگل دیدن، ولی اخیراً یه چیز دیگه هم تو این جنگل گزارش شده. یه موجود باریک و بلندقد که با اون چیزی که دارن توصیفش میکنن هیچ اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت بجز اسلندرمن.
تصویری که داریم میبینیم خیلی عجیبه و خیلی احتمال کمی وجود داره که این تصویر ساختگی باشه. توی دومین ویدیو چند پسر نوجوان رو میبینیم که میخوان مردم رو سر کار بذارن و از این کارشون فیلم برداری کنن. اونا زنگ درب خونه مردم رو میزنن و فرار میکنن، ولی وقتی یکی از دوستاشون رو گم کردن فهمیدن که احتمالاً زنگ خونه اشتباهی رو زدن. اونا سعی کردن پیداش کنن، ولی فقط آخر خیابون دیدنش که داره کنار اسلندرمن حرکت میکنه. اونا بعد از دیدن این صحنه تصمیم گرفتن قید رفیقشون رو بزنن و فرار کنن و اینجا جایی بود که این اتفاق افتاد. حالا بریم به چند ماه بعد از ضبط شدن این ویدیو. توی ایالت داکوتای آمریکا 9 تا نوجوان از سرخپوستایی که ساکن این منطقه هستن بعد از دیدن یه ویدیو توی فیسبوک خودکشی کردن. جوانترین عضو این گروه یه دختر 12 ساله بود. برای همه اینا یه ویدیو توی فیسبوک فرستاده شده بود که تصویری از اسلندرمن که تشویقشون میکنه به اینکه خودشون رو بکشن. پلیس بعد از تحقیق نتونست این ویدیو رو پیدا کنه، ولی تعداد زیادی از جوانای این منطقه میگفتن که بعد از دیدن این ویدیو یه موجود رو توی محل زندگیشون دیدن که فقط با اسم مرد قد بلند توصیفش میکردن. و توی سومین ویدیو یه دختر بچه رو میبینیم که درست جلوی چشمای پدرش روبوده میشه. پدر در حالی که داشته از دخترش فیلم برداری میکرده یه صدا از بیرون خونه میشنوه. اون پشت پنجره میره و یه غریبه رو میبینه که داره به خونه اشاره میکنه. پدر دختر رو توی خونه میذاره و از خونه خارج میشه تا بره ببینه اون مرد غریبه چی میخواد، ولی هیچ کس رو بیرون خونه نمیبینه. وقتی به داخل خونه برمیگرده دخترش رو پیدا نمیکنه. پدر از خونه خارج میشه و توی جنگل اطراف خونهشون دنبال دخترش میگرده، ولی وقتی پیداش میکنه میبینه که دخترش دست تو دست کنار اسلندرمن داره ازش دور میشه. اون دنبال دختر میکنه ولی هیچ وقت پیداش نمیکنه. هنوز از سرنوشت دختر هیچ چیزی مشخص نیست و احتمال داره که توسط اسلندرمن روبوده و کشته شده باشه. با وجود تمام این مدارک و تصاویر هنوز من نمیتونم 100% بگم که اسلندرمن یه موجود واقعیه، ولی چیزی که میتونم بگم اینه که ذهن ما خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم قدرت داره. ذهن ما قدرت اینو داره که با چیزی ارتباط برقرار کنه که وجود نداره. قدرت اینو داره که اجسام رو بدون اینکه بهشون دست بزنیم تکون بده و مطمئناً قدرت اینو هم داره که به یه موجود تخیلی جنبه واقعی و فیزیکی بده. حالا برسیم به عجیب ترین مدرک از وجود اسلندرمن. توی ماه می سال 2016 یه دختر نوجوان خودش از پشت بوم هتل شرایتون توی کشور پرو پرت میکنه پایین. خیلی از مردم این لحظه رو فیلم برداری کرده بودن، ولی توی یکی از این ویدیوها یه موجود لاغر قد بلند با یه کت سیاه و ظاهری شبیه به اسلندرمن پیداست که درست چند لحظه قبل از پایین پریدن دختر پشت سرش ایستاده. اگه حتی با دقت این ویدیو رو ببینین متوجه میشین که چند لحظه بعد از پریدن دختر این موجود ناپدید میشه. تحقیقات پلیس نشون داده که تو چند سال اخیر با زیاد شدن تصاویر و مدارک از وجود موجودات فراتبیعی و غیر ارگانیک، خشونت و خودکشی هم بین مردم و به ویژه نوجوانا افزایش پیدا کرده. نتیجه گیری از این ویدیو رو میذارم به عهده خودتون، ولی من اعتقاد دارم که با زیاد شدن تعداد کسایی که به این موجودات باور دارن بهشون این قدرت رو میدیم که دروازه‌ای رو به دنیای واقعی و فیزیکی ما پیدا کنن.